کشور 3000 سال با عزت زندگی کرده، جنگ کرده، دعوا کرده، ولی عزتشو نداده. ما اولین بار هست در تاریخ ایران که بدون اینکه ببازیم تسلیم شدیم. در موارد تسلیمی دیگه‌مون با جنگی کردیم و باختیم. آقا حالا یه چیز دیگه بهتون بگم آقای دهباش، شما یک لحظه اینجوری فکر کنید که این آقایون میگن اگه ما برجام قبول نمی‌کردیم تحریم بیشتر میشد، جنگ میشد. آقا فرض کنید که فردا آقای ترامپ دیوونه بیاد پشت سر پشت سر UAE امارات بگه آقا جزایر رو باید بدید، ندید تحریم میاد یا جنگ میشه. تکلیف ما چیه؟ نه تکلیف ما چیه؟ بازم همون منطقی نه دیگه. آقا جنگ میشه، تحریم میشه، بدیم. فردا میگن آقا خوزستان یا بده یا جنگ میکنیم، بدیم دیگه. دارم از منطق حرف میزنم. این منطق بیخوده، این منطق غیر ملیه، این منطق خودفروشیه، وطن پرستی نیست. منطق این نیست که من طرفدار دیپلماسی بودم تمام زندگیم، طرفدار رابطه بودم، طرفدار مذاکره بودم، اما طرفدار فروش کشور نبودم، طرفدار ذلتش نبودم. من میخوام عزت داشته باشه. ما باید این کار با حکمت بکنیم به اصطلاح. من دارم میگم که این منطقی که این آقایون دارن، این منطق کجه. جمله اول برجام میگه ایران، نه جمهوری اسلامی، ایران تعهد میکنه که هرگز تحت هیچ شرایطی نه بمب بسازه، نه جستجو کنه اونو یا توسعه بده. دوست عزیز من، مردم ایران، اولا تا ابد ایران و تا ابد و تحت هیچ شرایطی فردا اگه عربستان بمب بسازه تکلیف ما چیه آقای عباشی؟ آقای روحانی کجا خواهد بود که بگه آقا عجب اشتباهی شده؟ میگم آقای ظریف تو چه حقی داری که برای تمام تاریخ ایران تحت هر شرایطی تو تعهد بدی؟ اصلا همچین تعهد تو دنیا وجود نداره که یه کشوری بیاد تا ابد تحت هیچ همه شرایط دستش از پشت ببنده. آقا یعنی چی؟ حداقل باید میگفتی آقا تکلیف من چیه اگه پاکستان ترکیه داشته باشه؟ تکلیف ما چیه اگه پاکستان که گداس بده با پولی هم که عربستان داره بده؟ من بگم بهتون قول میدم عربستان بمب میسازه در آینده خیلی نزدیک، حتما میسازه. من همینجا به مردم ایران میگم که عربستان بمب میسازه در آینده نزدیک و ایران دیگه تا ابد هم نمیتونه داشته باشه. یک بار دیگه اما میشیم که همون عجمی که عربا حتی نمیذاشتن پشت اسبشون هم بریم که بو میدادیم میگفتن. جنگ بزرگترین دروغ تاریخه که بین ایران و امریکا جنگ میشد. فقط یک بار امریکا ممکن بود ایران بزنه، اونم درست بعد از اینکه عراق زد بوش شیر شده بودن، اونم 3-4 ماه طول کشید، بعدم توش اون لجن مونده. از اون موقع تا الان من بهتون قول میدم هرگز برنامه جنگ رو میز امریکا برای ایران نبود. اینا میگن آقا رو میز بود، تمام چیز گزینه ها رو میزه. میگم آقا تو چرا تمام گزینه ها رو میزه فقط جنگ میکنی؟ تمام گزینه ها یعنی صلح هم هست، تمام گزینه ها یعنی آقا منظورش صلح نبود. چرا بود؟ جنگ. آقا اوباما میاد جنگ بکنه با ایران. آقا چه جنگی؟ من داشتم یکی میگفتم آقا خیلی 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 که اینا دیگه تند میرفتن چند تا موشک میزدن به این ور اون ور. درست شد؟ ما که خودمون زدیم این موشکو. مگه ما چه کار کردیم؟ ما امریکا بگه بدتر از اون میکرد که ما با غریزسازی خودمون کردیم. بیشتر از این نمیکرد والله. یعنی همون بمبی که می‌خواستن بزنن نیروگاه خراب بکنن خودمون شناس ریختیم. ما خودمون خراب کردیم. آقا هر بمبی رو میزدن 98% اورانیوم غنی شده ما رو از بین نمیبردن. ما 98% چه انداختیم دور. اون کدوم بمب بود که از 100% 98% خراب کنه؟ هیروشیما هم نبود. من موافق مذاکره بودم، اما این آقایون نه هدف خوبی داشتن، نه مذاکره خوبی میکردن، نه تیم خوبی داشتن. جوون میدونید هوچی شده بودن و مردم هم هو میکردن اینا رو، جامعه رو کردن خونشون تو شیشه
که این راهش اینه. با چه اعتماد به نفسی شما برای انتخاب